سلام بچه‌ها، حالتون عالی باشه. امروز قراره با هم رقص باکینواده رو یاد بگیریم. خب بچه‌ها، اولش با این حرکت شروع میشه. ازتون میخوام که جهت بدنتون به سمت چپ باشه. حالا دست ها رو این شکلی از بالا میاریم پایین، میبریم پشت صاف و میاریم جلو. دقت کنید دستتون حتما باید صاف باشه و انگار که دارید از بالا یه چیزی شوت میکنید به سمت پایین. حالا زانوهاتون هم میخوام خم کنید، یعنی فکر کنید که انگار یکی از پشت به پشت زانوتون ضربه میزنه. حالا با هم انجام بدیم. اینجا میخوام جفت دست ها رو از آرنج خم کنید. دست راست اول بالا، چپ پایین، بعد جا به جا، یعنی چپ میاد بالا راست میاد پایین به این حالت. حالا پاش چه شکلیه؟ میخوام پای چپ بالا، بعد پای چپ رو میذاریم پشت پای راست. به چه صورت؟ اینکه پنجه پای چپ پشت پاشنه پای راست قرار میگیره. الان یه زاویه دیگه هم براتون فیلم گرفتم نشون میدم. نگاه کنید، پا به این حالت، پای راست به سمت بیرون، پای چپ هم به این حالت، پنجه پشت پاشنه پای راست قرار میگیره. میاد عقب. دوباره که پا میاد بالا به پای راست دقت کنید، پای راست میاد به سمت داخل، پا که میره پشت پای راست میاد به سمت بیرون. بچه ها ببینید پنجه پای راستی به سمت بیرونه و پنجه پای چپ هم پشت پاشنه پای راست قرار میگیره. میشه 1 2. حالا اینجا دستم میخوام باهاش بیارید، نگاه کنید میشه و 3 و 4. بچه یه قسمت رو استوب کنید و تمرین کنید. کلا رقصش سطحش اینترمدییته. و 3 و 4. خب حالا حرکت بعدیمون چیه؟ میخوایم این حرکت رو بزنیم. خب حتما دقت کنید که با جفت پاهاتون میاید روی پاشنه. حالا دستمون هم جفت مچا رو به سمت بیرون میچرخونیم، یا میتونید اینطوری شروع بزنید. اگه سختتونه لازم نیست حتما برید روی پاشنه پاتون، میتونید همین شکلی ساده هم برید، قشنگ در میاد. حالا میخوام اینجا جفت دست ها روی زانوها قرار بگیره. شمارش میشه 7 8 1. حالا از اول بریم. میشه 1 2 و 3 و 4 7 8 1. خب اینجا میخوام اول پای چپ بیاد بالا، بعد راست، دوباره اول چپ بعد راست. حالا دستش چه شکلیه؟ وقتی چپ میاد بالا دست باز، بعد دست رو میبندیم. حالا اینجا ادامه دوباره میخوام چپ راست برید، چپ راست به این صورت. دستمون هم به این حالت قرار میگیره. میشه 1 و 2 و 3 و 4. حالا اگه خواستید اینجا بعدا میتونم تکون بدید، قشنگ‌تر میشه. 1 و 2 و 3 و 4. از اول بریم. میشه 1 2 و 3 و 4 7 8 1 و 2 و 3 و 4. اینجا انگار که از بالایش رو میخواید بکشید به سمت پایین. پس چی شد؟ پای راست اول بالا، وقتی میکشیم پای چپ میاد بالا، دوباره میاریم بالا، دوباره میکشیم، باز پای راست رو میاریم بالا. یه بار دیگه دقت کنید، میکشیم پای چپ، یک بار دیگه میکشیم پای راست میاد بالا، دوباره، بعد دست به این حالت، پای راست پس بالا میاد، چپ میاد بالا، بعد راست و بعد راست رو میذاریم زمین. حالا با دست دوباره. حالا اینجا جفت دست ها رو اول باز میکنیم، سینمون هم باز میکنیم و بعد میبندیم دست رو. حالا با شمارش بریم. میشه 1 2 و 3 و 4 7 8 1 و 2 و 3 و 4 7 8 1 و 2. خب اینجا با یه پرش میخوام بپرید رو پای چپ
و پاشنه رو به سمت بیرون بچرخونید. دوباره میپریم، پا رو عوض میکنیم، پاشنه به سمت بیرون. حالا دست رو انگار که میخوایم این رو بزنیم کنار. اول با دست راست، بعد چپ. هم میتونید مثل من دستتون این شکلی از آرنج خم باشه، هم دست کامل باز. میشه و 3 و 4. اینجا یه قدم برمیداریم. حالا دست ها میخوام باز دست ها از آرنج خم، اول راست بالا، چپ پایین. راست رو که میاریم پایین، چپ میره بالا به این حالت. حالا اگه باهاش سرم بزنید قشنگ تر میشه. یعنی وقتی دست راست میره بالا، سر هم باش میره بالا. پای راست هم میخوام اینجا تکون بدیم. به دست راست دقت کنید، دست راست که میره بالا، پای راست میره بالا، سر هم میره به سمت بالا. اینجا بریم میشه 7 8 1 و 2 و 3 و 4 5 و 6 و 7. حالا جفت دستا رو به این حالت به سمت جلو پرت کنید. حالا از اول با شمارش بریم. میشه 5 6 7 8 1 2 و 3 و 4 7 8 1 و 2 و 3 و 4 7 8 1 و 2 و 3 و 4 5 و 6 و 7 8. شکلیه. قرار اولین حرکت رو بزنیم. خب به چه صورت؟ خب میخوام که دست ها رو به این حالت باز میکنیم، میبریم پشت. حالا میخوام با یه پرش این کار رو انجام بدیم. وقتی دست ها باز میشه، زانو ها به سمت بیرون بازه و دست رو که میبریم پشت، زانو میاد به سمت داخل. نگاه کنید. حالا اینجا اول پای چپ میاد بالا، بعد راست، بعد راست رو از زانو خم میکنیم، به این حالت میاریم بالا. یه بار دیگه. حالا راست رو میذاریم زمین، راست میذاریم روی پاشنه، بعد جا به جا میکنیم چپ. یعنی میشه 1 و 2 و 3 و 4 و. حالا باز حرکت بعدی میخوام پای چپ رو پنجه رو به سمت بیرون و داخل تکون بدیم. حالا پای راست چه شکلیه؟ پای راست وقتی پنجهش به سمت بیرونه، جفت پاها بیرون. وقتی داخلن، جفت پاها پنجه داخل. کامل دقت کنید، جفت پاها بیرون، جفت پاها داخل. یه بار دیگه. دستش هم اینجا حالت فری استایله، هر جور که دوست دارید. 5 6 7 8. بچه یه بار دیگه به این قسمت دقت کنید. نگاه کنید، جفت پاها بیرون، جفت پاها داخل، بیرون، داخل، دوباره داخل، بیرون، داخل، بیرون، داخل. خب اینجا دست من چه شکلیه؟ دستم پشت اول، بعد دستمو باز میکنم، بعد اینجا دستمو از آرنج شکلی میچرخونم. میشه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 6 7 8. خب اینجا میخوام به پری جفت دست ها باز. حالا دست راست رو به سمت بالا پرت میکنیم به این حالت، یعنی بدنمون هم میره به سمت چپ. اینجا نگاه کنید، اول میپریم، بدنم میره سمت چپ. حالا اینجا به سمت راست میپریم، انگار میخوایم بریم راست، ولی این شکلی حالت دیجی در میشه. 1 2 3 4 و 1 2 3 4 و. اینجا پاها رو جفت میکنیم. حالا جفت دست ها از بالا میاد این شکلی به سمت پایین، انگار که میخوایم برداریم به سمت پایین. حالا باش قدم برمیداریم، اول راست و بعد چپ، دوباره اول راست بعد چپ. حالا اینجا فکر کنید که کفشتون رو میخواید تمیز کنید، بعد هم اینجا به این حالت زانوهامون رو خم میکنیم. یعنی دقت کنید بدن صفر و فقط از زانوها خم میشیم
و تمام. بریم قسمت دوم با شمارش تمرین کنیم. میشه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 6 7 8 1 2 3 4 و 5 6 7 8 و 1 2. بریم که با شمارش اول تمرین کنیم. 1 2 و 3 و 4 7 8 1 و 2 و 3 و 4 7 8 1 و 2 و 3 و 4 5 و 6 و 7 8 1 و 2 و 3 و 4 و 5 6 7 8 1 2 3 4 و 5 6 7 8 و 1 2.